نخستنمایش نمایشنامه قابل در تئاتر تماشابین نورس به نام عادلجان نظرفی شهر خوجند برگزار گردید. نمایشنامه در دایره لایحه تئاتر علیه تروریسم در دایره برنامه دولتی مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم بین المللی تهیه گردیده است. پیش از آغاز نخست نمایش نشست خبری برگزار گردید. گزارش نوبتی برنامه از رفت نشست مذکور. نخست نمایش نمایشنامه قابل در تئاتر تماشابین نورس شهر خوجند برگزار گردید. پیش از آغاز نخست نمایش اهل ایجاد نمایشنامه و نمایندگان رسانه‌های خبری نشست مطبوعاتی برگزار نمودند. یادآور می‌شویم که لایحه قابل با دستگیری دفتر شویتساری در تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کنیبادام عملی گردید. این سیومین لایحه همکاری است که بین هنرمندان تئاتر شهر کنیبادام و دفتر شویتساری در تاجیکستان است. قبلا در سال 2015 نمایشنامه وحوه بانوان از روی اثر یوریپید و سال 2016 نمایشنامه سود دیوانگان از روی اثر شکسپیر در صحنه تئاتر تهیه گردیده بود. ذکر گردید که اشتراک گروه ایجادی تئاتر مذکور با نمایشنامه سود دیوانگان در فستیوال‌های با نفوذ شانگهای، لندن و هندوستان پاداش عملی گردیدن لایحه مذکور میباشد. در نشست مطبوعاتی گفته شد که در نقش‌های اساسی نمایشنامه قابل محیدین مظفر، حابل فرخ وایتوف، هوا و اقلیمه دلنازه کریمова، آدم و پکنه فرهاد غفارپور نقش آفریدند. نمایندگان رسانه‌های خبری در مورد موضوع و ماهیت نمایشنامه از مسئولین سوال‌ها پیشنهاد کرده پاسخ گرفتند. بخصوص برای جوانان در تئاتر برای نو قدمی که به تئاتر آمده است خیلی مهم است هرچی بروقت هرچی زودتر نقش‌های بزرگ بازی کند تا اینکه شخصیتی و امکانیت‌هایی که در صحنه ابراز هست و رشد و این بسیار یک پرابلم سختی است که برای جوانان ما بدبختی است که در تئاترها نمایشنامه‌های جهانی گذاشته نمی‌شود، هنر اونها که در درونش جوش می‌زند استفاده نمی‌شود. برای ما همیشه پای همین هستیم که چیکار کنیم که اثرهای خوب بگیریم همزمان هم قدم نبض زمان ما باشیم. یادآور میشویم که نمایشنامه قابل زیر لایحه تئاتر علیه تروریسم در دایره برنامه دولتی مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم بین المللی تهیه شده است. کارگردان آن اولیاقلی خواجه‌قلی، مؤلف نفس شادمانوف، ترجمان سید امین جلو، محرر باهر بهادرزاده و پرودیوسر غیرت قادیروف می باشد. همچنین در ادامه نشست مطبوعاتی نمایندگان وسایط اخبار عامه وابسته به ماهیت و پهلوهای دیگری نمایشنامه قابل از هنرمندان و اهل ایجاد تئاتر به نام تحفه فاضلوی شهر کنیبادام سوالها پیشنهاد کردند. وقتی که محیدین مظفر امین تکلیف کردن مرا بعداً همراه استاد چی کردیم؟ صحبت کردیم. من میترسم که با طلبات شما جوابگو نیستم و آن وظیفه هایی که شما با من میمونید من آیا باید نتونم، لیکن من بسیار کوشش میکنم. میگفتن که не переживай, мы тебе поможем. یکم باید همین که تو از صحنه نمیترسی، تو علاقه در میجوده صنعت از تماشابین نمیترسی. دویمه که در زندگی چی همین حادثه های گذشت چی از سرم گذشت این هر یک درد و هر یک وای با تو کمک میکنم و امروز من نمیگویم که من اکتریس هستم لیکن به هر حال من کوشش میکنم و من با استاد هم گفتم که من میخواهم که طلبات شما و جوابگو باشم و من از دستم آمدگی کوشش میکنم. در نمایشنامه قابل خشونت و زوراوری، تروریسم و اکستریمیسم و جنگ و کشتار محکوم گردیده است. بنا به اطلاع مسئولین نمایشنامه قابل در روزهای دیگر نیز مورد نمایش قرار داده خواهد شد.